خارج از کشور ما میدونیم که به هر حال دور بودن از بطن اصلی زبان جامعه تاثیر خودش رو میگذاره. همین که ما زبان جدید یاد میگیریم یه بخش‌های از زبان مادری ما در ما ته‌نشین میشه. علاقه‌ای که با ادبیات داشتید من فکر کنم که این دوری رو در واقع از بین برده. هری مولیش از اون نویسنده هایی بود که کل هلند انتظار داشت که نهایتاً یک نویسنده برای این کشور نوبل پرایز میاره. کاندید بود چند بار بود. البته میدونین چرا بهش ندادن؟ نه هم به خاطر که خیلی فیدل کاسترو رو دوست داشت و از اون دفاع میکرد. کمیته نوبل هم با دیکتاتورها خوب نیست. عجب. بله. خودشون گفتن. اینو نمیدونم. خودشون گفتن. اما حیف دیگر خب در بین ما نیست و دیگر باید منتظر بود که یکی دیگه نوبل بیاره. هری مولیش خیلی کتابای نوشته که برای بخصوص ایرانی تبارها، ایرانی زبانها جالبه. چرا دوزن رو انتخاب کردید ترجمه؟ ببینین همونطور که به هر حال کسایی که در هلند زندگی میکنن و در جریان تحولات این مملکت یا به هر حال فرق نمیکنه جای دیگه به هر حال ما میبینیم و میخونیم و میشنویم که فرض کنین در هلند همه اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های فرهنگی، قومی اینا به هر حال از آزادی برخوردارن و این مسئله در قانون اساسی هلند هم خیلی صد بار تکرار شده یه جورایی و اصل مقدسیه. ولی خب همیشه اینطوری نبوده. حالا این کتاب در واقع این رمان توسط یه نویسنده معروف هری مولیش که ایشون البته سال 2010 فوت کردن نوشته شده و این موضوع مهمه که در تمام آثار ادبی معمولاً به عشق بین دو زن توجه زیادی نمیشه، معمولاً عشق بین دو مرد. حالا شما برگردین به یونان قدیم و ارسطو و افلاطون هم میبینین که اونا عشق رو اصلا عشق بین دو مرد میدونن، نه عشق بین زن و مرد. زن فقط برای اینه که بچه بیاره. و به هر حال این نویسنده چون یه نویسنده خیلی مترقی و پیشرویی بود و خب کتابای خیلی جالبی نوشته، این کتاب 1975 منتشر شده، در زمانی که همون به دنبال انقلاب فرهنگی و جنبش مدنی توی آمریکا و فرانسه و همینجا مسئله برابری زنها، برابری همجنسگرایی، اینا همه مسائل خیلی مهم و مطرحی بود. من شخصا فکر می‌کردم برای پابلیک ایرانی که یه مقدار مسئله همجنسگرایی هنوز خیلی تابوه، البته تو ایران در واقع این تابو شکسته و من شخصا از خیلی‌ها شنیدم که به طور کلی یک سری فعالیت‌های وسیع زیرزمینی در ایران انجام میشه و نشریات مختلف، جلسات مختلف و البته خب اگر که سرکارشون با چی میگن دولت بیفته خب دوچار دردسر میشن، ولی خب به هر حال در ایرانیان دیاسپورا هم الان سالیان سال ادبیات زیادی تولید شده، ترجمه‌های زیادی تولید شده، گروه‌های زیادی هستن که برای تابو شکنی راجع به این مسئله فعالیت. و هر حال چه در غرب و چه در شرق هنوز حالا باید مبارزه ها برده شد تا همه به حق و حقوق برابر خودشون برسن. به این نکته بسیار مهم اشاره کردید. این سوال رو میپرسم بعد ممنون میشم یه پاره از کتاب برامون بخونید. شما گفتید که در یونان قدیم عشق را اصلا بین عشق دو تا مرد میدونستن، در دوستی، در ادبیات ما هم بین فرهنگ جوان مردی یعنی مردانگی، عشق بر اون اساس در واقع مطرح میشد. اما جنبه فلسفی که هری مولیش اینجا مطرح میکنه و بارها و برگشته به الهه های دوران یونان برمیگرده، در اصل داره میگه که عشق بین دو تا زن هست و
مردها هستن که در واقع از دید یک عنوان خواننده از دید من هری مولیش نمیاد بگه که از حق و حقوق همجنسگران یا لزبیانا دفاع نمیکنه، میخواد بیاد بگه که عشق طبیعی بین ایناست. نمیدونیم این مادره یا دختره، چون فاصله سنیشون هم زیاد هست این دو زن رو، اما چون نمیتونست فرزنددار بشه و سیلویا میرد که برایش فرزند بیارد و اینجا مرد اتفاقا یک سوء استفاده است، استفاده میکنه، نه حق پدری داره نه هیچی، که کار تا جایی میرسه که از خشم لو دادم کتاب رو به هر حال. خب اما خوندیم، ولی خلاصه میخواستم نظر خود شما رو بدونم که هری مولیش دقیقا برعکسش رو مطرح به نظر من. البته ببینین خب من حالا شخصا خودم میگم، من وقتی در ایران زندگی میکردم نه یه همجنسگرا میشناختم نه کسی راجبش حرف میزد. یعنی یه مسئله فکر میکردن اون آدما مریضن و نه باید راجبشون حرف زد، بنابراین ما هیچ اطلاعاتی هم نداشتیم. حتی من در ایران رشته پابلیک هلث خونده بودم و توی پیام نور درس میدادم، اما اجازه نبود راجب این چیزا حرف بزنیم. به هر حال حتی زمانش هم خیلی راجب این مسائل صحبت نمیشد. بعد ولی خب در هلند شما میبینین که روی مسئله خیلی کار کردن و علم پزشکی هم ثابت میکنه که عشق بین زن و مرد یا مرد و زن یا زن و زن همون عشق و عشق مارکس نمیدونه. بله، و هیچ جنبه نمیدونم روان پزشکی نداره و جنبه نمیدونم اختلال شخصیتی نیست یا اختلال نمیدونم هورمونی نیست. 10% تمام جوامع دنیا همجنسگرا هستن، شاید هم بیشتر. و به هر حال تو هلند این مسئله کاملا پذیرفته شده. یعنی شما میبینید الان توی هیئت دولت چند تا وزیر هست یا حتی ولیعهد مملکت نخست وزیر اعلام کرد که اگر خواست یه روزی با یه خانم ازدواج کنه هیچ مشکلی نداره، پرنسس آمالیا. به هر حال این مسائل خب الان ما در قرن 21 زندگی میکنیم و به هر حال یه موضوعی که همیشه مطرحه. حتی الان فکر کنیم بین مسلمانای هلند این مسئله خیلی پیچیده‌ایه و یه هوموسکسوال مراکشی واقعا زندگیش خیلی سخته، یا هوموسکسوال ترک که از بچگی هم اینجا بزرگ شده. به هر حال این مسائل در ادبیات هم مطرح میشه و رمان یه فرم از ادبیاته که به نظر من یه فرم خیلی دموکراتیکه. یعنی شما اگه ما بخوایم دموکراسی رو پیش ببریم باید رمان بخونیم. چرا؟ برای اینکه در رمان شما با یه دنیای آشنا میشین که ممکنه متعلق به شما نباشه، ولی شما اون دنیا رو پیدا میکنید. همونطور که من وقتی که خانم شهرزاده خودشون نویسنده بسیار قابلی هستن و 2 رمانشون که جوایز هم ترجمه شده، یکی همینجا هم هست اینو بگم، یکی اسمش هست سندروم استکهلم و یکی زمین مادران، که واقعا از نظر زبان و محتوا عالیه. یعنی من واقعا وقتی این کتاب دستم نمیتونستم هیچ جوری زمین بذارم و خود شما بهتر میدونید که رمان چقدر تأثیر داره. و الان شما اگر حتی این اینستاگرام رو نگاه کنین، برای من خیلی جالبه. به هر حال اینترنت دنیا رو عوض کرده. میبینین که مردم ایران چقدر توی همین اینستاگرام راجع به کتاب صحبت میکنن، چقدر کتاب معرفی میکنن، آدمای معمولی، نه حالا متخصص و نمیدونم ادیب و دانشگاهی. به هر حال به نظر من اینا هم مسائلی که مربوط به زندگیه و طبیعتاً در رمان هم مطرح میشه. و خب این نویسنده بود که اتفاقاً فمینیستای هلند خیلی دوستش نداشتن، چون فکر میکردن یه تیپ خیلی خودشو بالا میگیره و فلان و بهمان، ولی در واقع نویسنده بسیار ماهری بود هری مولیش. و اینم بگم یک کتاب معروف ایشون که شاید هم خونده باشیم به اسم سوء قصد، د آنسلاخ،
به فارسی ترجمه شده، خانم سامگیس زندی ترجمه کردن و در تهران چاپ شده و چند کتاب دیگه و واقعا در واقع یکی از بهترین نویسنده‌های هلند در قرن 20 هست و اون کتاب معروف کشف آسمان یا کشف بهشت که حتما شاید خوندین یا فیلمشو دیدین، خب خیلی اینترنشنالی هم خیلی معروفه و کتاباش به همه زبان‌ها دقیقاً ترجمه شده.